آخوند رافضی و تفسیر باطنی از ماه‌های حرام. بینندگان گرامی، الله عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تعداد ماه‌های سال نزد الله در کتابش از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید 12 ماه است که 4 ماه آن حرام است. این آیین راست و درست است. پس در این 4 ماه با جنگیدن به خود ستم نکنید و با همه مشرکان پیکار نمایید چنان که با همه شما پیکار می کنند و بدانید که الله با پرهیزکاران است. اما با هم ببینیم این آخوند چگونه معانی قرآن کریم را تحریف کرده و 12 ماه را به 12 امام تفسیر می کند. این 12 ماهی که در قرآن اشاره شده است یعنی 12 امام و 12 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است که خدای متعال فضیلتی به این ذوات مقدسه داده است و این 4 ماهی که اشهر حرم است یعنی علی که نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. این آخوند رافضی برای اینکه مراد آیه با عقیده‌اش جور درآید میگوید مراد از 4 ماه حرام 4 امامی است که اسمشان علی است. اما سؤال ما از این آخوند این است که چرا به این 4 امام حرام گفته شده؟ وجه حرمت این 4 امام در مقابل بقیه ائمه چیست؟ در ادامه آیه آمده در این 4 ماه به خود ستم نکنید. از این آخوند حیله‌گر میپرسیم این جمله را برای ما توضیح دهد. در این 4 امام به خود ستم نکنید.